سلام به همگی، خوش اومدین دوستان. تو این سری از ویدیوها قراره که 10 تا خوراکی که کمتر دیده شده یا شناخته شده ولی ایرانی هست رو بهتون معرفی کنم. خوراکی امروزمون اسمش کراکر با طعم پاپریکا، مال کارخونه گرجی هست. اسم تخصصی برندش آلویتا. کراکرهای کوچولوی بامزه توش، همونطور که عکس روش رو می‌بینین. داخلش هم این کراکرها همین شکلی. داخلش رو هم بهتون نشون میدم. اینطوری. شکلش رو هم ببینید. جدول ارزش تغذیه‌ایش رو با هم ببینید. نمک، چربی ترانس و شکر. برای هر 30 گرم که 140 کالری داره، چیزی که داخلش اینجا نوشته شده. این هم اسم شرکتشه که گرجیه. قیمتش هم بهتون نشون بدم که 44,000 تومان. به نظرم به عنوان یه میان وعده یا برای یه تزیین سینی مزه کنار ماست یا پنیر یا ماستای طعمدار، خوراکی با مزه میشه. صدای جذابش هم بشنویم. خب از طعمش اگه بهتون بگم، هم دودیه هم یه کوچولو تنده. تندیش آزاردهنده نیست. اگه که طعم تند رو دوست دارین، تندی مطلوبی داره. فکر کنم که جذاب باشه برای اونایی که تندی رو دوست دارن و نه خیلی زیاد. اگه خوراکی مد نظرتون هست یا جای دیدین هنوز تستش نکردین، دوستان یه نفر بچه‌تون تستش بکنه، حتما برام بفرستین. من تجربه میکنم و اینجا ویدیوشو براتون میفرستم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.